امروز صبح با اینکه هوا بارونی نبود اما خیلی خیلی سرد بود، خیلی سرد بود. سعی کردیم تمام کوچه ها رو دنبالشون بگردیم، ببینیم کجاها گربه‌ای هستش که بتونیم بهش غذا رسانی کنیم. تا اینکه به یه کوچه‌ای برخوردیم و دیدیم یه گربه نارنجی خوشگل یه گوشه دیوار وایساده و دندوناش به هم میخوره. از سرما میلرزید، خیلی گرسنش بود. براش غذا گذاشتیم. یهو دوستاشم صدا کرد، دونه دونه دوستاشم اومدن با هم غذا خوردن. ای کاش که همه آدمایی که تو این دنیا هستن حیوانات رو دوست داشته باشن. الان اون گربه‌ای که جلوی تصویر هستش دستش ضرب دیده است، اون پشتی پاش آسیب دیده است. حیوانکی ها میلرزیدن، دست و پاشون درد میکرد. وقتی داشتن غذا خشکو میخوردن انگار گریه میکردن، خیلی غصه دار غذا میخوردن. اینو شاید بعضی ها مسخره کنن یا فکر کنن که داریم یه جورایی ادا در میاریم، ولی واقعا این حیوانات دل دارن، این حیوانات گناه دارن. اینها موجود زنده هستن، خدا اینها رو هم آفریده که روی این زمین زندگی کنن. بیاید با اینا مهربون باشیم. اگه یک روزی چشمتون به یکی از این گربه‌های خوشگل خورد که دیدید گرسنه‌شونه، یا اگر آسیبی بهشون وارد شده، سعی کنید بهشون کمک کنید. یا اگر نمیخواید کمک کنید، حداقل آسیبی هم بهشون نزنید. باور کنید این دنیا فقط برای ما انسان‌ها به وجود نیومده. همه موجودات زنده حق زندگی روی اون رو دارن.